اه، چرا پنکه قطع شد؟ دلیل اینکه این دو شاخه برق از پریز افتاد این بود که این پریز شل بود. برای اینکه بتونیم این پریز رو درست کنیم اول پریز رو میزنیم پایین که برق نگیرتمون. بعد میایم با یه فازمتی دو سوی کوچیکی این پیشه وسط پریز رو باز میکنیم. بعد از اینکه کاملا باز شد یه دم باریک برمیداریم، میایم این آهن وسط پریز رو، یه دوتا آهن فنری ماننده، اینو این شکلی فشار میدیم که جمع شه این آهنه. این طرف هم همینطور نگه میداریم. یه بار دیگه این طرف رو دوباره میایم درش رو میذاریم روش، فازنس رو برمیداریم میبندیم تا ته. بعد میایم الان این دو شاخو که بزنم این تو، این دیگه کاملا صفر شد، به زور صفر میاد بیرون اگه بخوایم بکشیمش. برای دیدن ویدیوهای فنی بیشتر کانال منو سابسکرایب کنید.